خانه هیچ پیدا نمیشه. 200 میلیون میگه. خیلی چطور کنه؟ من میگم بریم پس خانه هم میمون. من نمیرم اونجا. روزا که تو نستی امیت کترم که یونش بر من میگه صاحب خانه شاید به خاطر شما ما رو بیرون کنم. خیلی چیکار کنیم دیگه؟ نمیفهمم. مادر من گوش نشده. خیره بچه منال باز یک چی برای میگیرم. ببخشی لالا، همین راه باز است؟ آه بله باز است. یگان کارمار هم اینجا برای ما پیدا نمیتونی؟ وطندار ماستی. چرا نه؟ بیا بریم خانه یک پیاله چای بخور. جور باشی، سلامت باشی لالا. نمیشه، بیا بریم خانه. نه ما که فامیل هستیم باز خوب نمیشه. خانه شما چناق شما رو با یک پیاله چای میخوریم باز کار پیدا میکنیم. نه خواهش میکنم بیا بریم. یا که زیاد اصرار میکنه بریم. بیا بریم. میریم خانه باز خیر کار بزرگ است پیدا میکنیم. یا الله بفرمایید. بفرمایید خانه خودتان است. بفرمایید راحت باشه. هر چی بری دارید. بفرمایید لاله جان بفرمایید اینجا بشین. بفرمایید همیشه. بفرمایید. تشکر. باش ما براتون یک چای دیگه. نه خواهش چیزی والا. چای اجازه نیستم. نه. او والا. بسیار بد شد. چطور کنیم دیگه؟ بازم وطندارم. باش ما براتون چای بیارم. ببخشید. نه. اینجا خانه خودتان است راحت باشه. ما شما هموطن هستیم از یک کشور هستیم. خیر می‌بینی با خدا ما که مسافرت از دیگه این مشکلات ما زیاد هست. هیچ گپ نیست. خانه خودتان راحت باشین تا هر موقعی که هستیم باشید. بفرمایید. چای بفرمایید لاله جان. تشکر. همشیره جان بفرمایید. بگی چای بگی. لاله جان بفرمایید. راحت باشین. هر چند مدت خواستین خانه خودتان است. بفرمایید. نه ببخشید لالا ما همینجا خانه نداریم. مشکل ما خانه است یک کاروبار برای ما پیدا کنیم. نه تو خیر است ایران است کار ان شاء الله خدا بزرگ است پیدا میکنیم کارم برات پیدا. نه منم کار ما والا از خاطر کار زیاد گشتم پیدا نمیشه. پیدا میشه اون جایی باشه که سرپناه داشته باشه خانه داشته باشه که اینجا خانم خانم خاطرم بچه خودم اینجا زندگی میکنم. کلتون در یک جای میخواین باشین؟ چی کاروبار بلد هستین؟ من کار خاص بلد نیستم. در اونجا دکان داشتم. در اونجا بودم دیگه کار هنری میکردم اونجا. والا ایران هم هست خیاطی است بنای گلکاری است دیگه کیف دوزی است. همشه اگه خیاطی بلد باشه. کیف چی رو میگید شما؟ کیف دیسکاول از دیسکاولای بایک دوزی است. راستی همین چیز گلکاری نه؟ گلکاری مجبور بریم بکنیم همونجا اگه درک گلکاری پیدا خیر چای تو بخور. چای میگم اگه همون هست زنگ بزن برای یک کس هست چون من تا باغ هست اونجا گلکاری هم هست. از دیوال چینی گلکاری از اونام هست دیگه. در داخل باغ کارهای خود زمین کشاورزی دهقانی هم هست. تو باش ما یک زنگ بزنم یک کسی از رفقا ایرانی و مهندسا کار ما شود دیگه ما مشکل ما هست. میشه خدا بزرگ است. خیر ببینی کار ما شود میشه نگه نباش چورت دستم. سلام مهندس جان خوبی؟ خسته نباشی؟ سلام خوبی سلامتی چه خبر؟ زنده باشی سلامتی شما مهندس جان. مرسی ممنون عزیزم. چه خبر مهندس جان کجایی؟ مهندس جان همون باغی که گفتی یه روز گفتی نفر برام پیدا کن. آره از زمین دوستایم از افغانستان اومده فامیلی است خب؟ آره کارگر میخوام فامیلی باشد که بهتر آدم درست حسابی باشن اعتباری باشن بهتره. نه گپایش خاطر جمع باش دیگه. من فکر کن خودم هستم دیگه هیچ کدام گپی نیست. خاطر جمع باشه هیچ کدام مشکل نداره بالکل. تو فقط مرا میشناسی. مهندس جان فقط ما یا خیلی عجله داره خب به خاطر که فامیلی است و اشتغال است یک ذره خانه‌های مردم سخت است برایش دیگه گفتم اگه خود تشریف داری دمو با یا آدرسش برای من روان میکنی یا چی
من خود اسنپ بگیرم یا کدام ماشین بگیرم بیایم اونجا یک پیار نشانم بتون. من الان بهتون لوکیشن میدم. اتفاقا کار خوبی هم کردیم روز نگذاری. یکی دو تا از بچه‌هاتون اونجا هستش اتفاقا یارشون همونجا که نشون شدم. منم امروز میرم با مهندس جان دست گل درد نکنه. تشکر انشالله میبینم. میام حالا. باشه خداحافظ یا علی. اینو بخیر زنگ زدم کارهایتونم میشه. چایتون رو بخور بخیر میرم. خدا خیرت بده. تنت سالم باشم. چایتو بخور باش من چای برزم. والا این یکی که برای ما کردیم ما فراموشکار نیستیم. حتما جبرانش میکنم بخیر. نه دیگر چرا بخور خیر است میرم. نه بخیر کارم شد. خیر ببینی. آفرین میکایل جان. اینو میکایل هم توش نشده. همیشه چای بخور. تو چای تو بخور. من ناکی چای انداختی به خدا. خیر است. نه من بیا که بریم اونجا. برو ببینیم. نه چایشو بخور باز میریم. یک کار دیگه در من اون 4 روز پیش یک کار پیدا شده اینجا که من نرفتم تو کار دیگه کس گرفت. چرا وقتی آدم نمیشه؟ ما ولی من خونه شما باز میام با خدا. وار خدا شما شدیم. یا اینکه ما خدمت شما را کنیم. خدا حافظ. بریم کار بریم. بفرمایید. سلام. خوبی؟ خسته نباشی. مهندس هست؟ مهندس داخله. خب به زحمت یک صدا کن. ببخشید یک نه خواهش می‌کنم. بفرمایید تو مهندس میاد بیاد داخل. بفرمایید. مشکل نیست که داخل شویم؟ نه. بفرمایید راحت باش. آقای مهندس جانم ببخشید کسی پشت در شما رو کار داره. اومدم ببخشید. خواهش میکنم اومدم. سلام محمد جان. سلام مهندس جان. خوب هستی؟ نیستی زنده باشی. مهندس جان بچه‌ای که حرف زده بودم برادر است مثل داداشمه. آها از همشهریاتونه دیگه. بله آدم با اطمینانه. اصلا کاملا دیگه هیچ میتونم روشون حساب کنم. آره بابا مثل خودمه دیگه انگار به خودم اعتماد. سلام علیکم مهندس. سلام خوش آمدی. خوبی سلامتی. چه خبر عزیزمی؟ خوب هستم شکر. آقا این چی داره میگه؟ من بیشتر حرفاشو متوجه نمیشم. میفهمم این چیزای خوبی میگه. آره ولی از افغانستان اومده 10 روزه. لهجه های کم فرق میکنه. 100%. آره دیگه حالا هر چی خواستی نفهمیدی به من زنگ بزن دیگه من هستم. من زنگ میزنم دیگه خودی زنده باشی. من آدم دیگه حسابی یا روش حساب کنم. مثل خودمه. چون اینجا رو من میسپارم به اینا. مثل داداشمه. باشه حله. محمد جان خودت ضمانت میکنی؟ آره زنده باش. چیزی ما هم است فامیل ما است دیگه گفتم که با فامیله. باش. آره تو ضمانت میکنی محمد جان به عشق خودت. زنده باشی. خونه داره؟ جا خوابم داره یه اتاق داره. حالا میشه داره. خیر ببینیم. محمد علی بیا اینجا. بله. اینو کی هستن؟ به نظر که اونا از کابل تازه آمدن. خانم چیش میشه میخواین اینجا زندگی کنن. اون هم که ماشینیدو میخواد اینجا زندگی کنن. اینجا میخوای زندگی کنن؟ بله. ما مجردی با این خرابات با 100 تا مشکلات زندگی میکنیم. این میخواد خانواده اینجا زندگی کنه؟ این مجبوری اون هم که ماشینیدو مجبورن میخواین اینجا زندگی کنن. مجبوری دیگه جایی ندارم. خب ما برم. بریم منم برم. بفرمایید که براتون اتاقا رو نشون بدم. جاتون جا خوابتون رو صحیح. غذا هستم. ما که پیسه نداشتیم از اتاق رفتی گرفتی؟ نه وطندار ما محمد کی بود که روز خانهش رفتیم اونی ها را آوردن. خیر ببینم ما چقدر مو بیچاره رو در زحمت انداختیم. بابا دیگه محمد چی کنم بیا خونم نمد. خب میگفتی بیا یک پیاله چای بخوره. من چی کنم دیگه حد صدا من گفتمش زیاد تاکید کردم بیا خونه بریم یک چای بخور. خب بریم نانا رو بخوریم خیر ببینم. آقا ظاهر آمدم. یا پایین. سلام علیکم مهندس. سلام آقا ظاهر خوبی؟ خوبم مهندس. چه خبر؟ سلامتی دوستا. شما خوبین؟ سلامت باش. آقا ظاهر چه وضعشه؟ چرا اینجا رو تمیز نمی کنی؟ چرا به این درخت ها و گیاه چرا رسیدگی نمی کنی آقا؟ میکنم بدن. خب بعدن کی میخوای بکنه؟ خودت اینجا زندگی میکنی با زن و بچت. خب اینو باید رسیدگی کنی بهش آقا ظاهر.
بعد از این اینجا رو تمیز کن، ردیفش کن، به درختار رسیدگی کن. 200 هم بهت بیشتر میده. درست است. راستی و حقوقش چند است اینجا؟ تنها 200 چی رقم من؟ نه روز 200 بهت میدم. برج 4 تومن. 200 نمیدونم چی است. خب 200 است دیگه آقا. من کار داشتی؟ آره آقا، این کارگر جدید آوردم، من اصلا حرفاشو متوجه نمیشم داره چی میگه. آها مهندس، این بنده خدا تازه از افغانستان آمده، لهجه ایرانی صحبت کردن هنوز یاد نگرفته. آها پس مشکل اینجاست. بله، بنده خدا تحصیل کرده است، هنرمند است. هنرمند چیه؟ یک سینماگر است، یک آدم موفقی است. روزا نویسندگی میکنه، هم نگهبانی میکنه، نویسندگی میکنه. بله. حرف آقای رحمت درسته، اون آدم باسواده ولی چون لهجه اینجا رو بلد نیست تازه کم کم انشالله جا میفته. بله جا بیفته خدا کنه بنده خدا. تحصیل کرده. یا با امید خدا دیگه نمیتونه. تنها پس چرا 200 متوجه نشدی آقا؟ ببخشید مهندس صاحب، گستاخی نشه. من که فکر میکنم زبان ما شما فرق نداره، اما از همه شما در این فارسی فرق نداره. یک شعر است که میگه تقلید کورکورانه ما را داد برباد، ای 200 لعنت در این تقلید باد. گاهی جور می شود خود آن بی مقدمه، گاهی با 200 مقدمه ناجور می شود. خب بالا تازه زبانت هم خیلی خوب شده. آره ما هم متوجه میشیم. پس چرا این ناجورا رو چرا جمع نمی‌کنید وسط حیات افتاده؟ اونا را گفتی ببخشید، ما را خشت میگیم. همون شعر معروف که است، می خشت اول گر نهد میمار و کج، خسریا می رود دیوار کج. شما اینا چی میگن؟ داداش هم میگن، برادر هم میگن. نه یک شعر است از مولانا است که میگه جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. اینا شما این لیوان میگن نه؟ آره لیوان پیاله در آفیس خوب یک شعر گفته، آفیس شیرازی میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت و شرب و مدام ما. آی تباه شد این بچه افغانستان اومد. حالا چی کنیم دیگه؟ کارم نکنیم مهندس صاحب نمیشه. بیا خدا بزرگ کریم، شاید یه روز کشور سلامت باشید. کشورتون خیر ببینید. ممنون. سلام آقا زاید، خسته نباشید. سلام، خوبی؟ بخیر. یک چیزی بود که با شما در میان بذارم. آقا مهندس گفتن که اینجا رو باید خلوت کنیم، خالی کنیم. ما هم که درست باید میریم از اینجا، به خاطر که بلند منزل بزنن اینجا کلا تخریب میکنن. کجا بریم ما هم 100% برایم دیگه از اینجا. روش نشد که برای شما مستقیم میگم، مرا گفتن که برای با شما. خب محمد نه سلامت باش که خبر دادی، خیر ببینی. باش محمد، فکر خودم میکنم. زنده باشی. با خدا از اینجا جواب داد. چرا؟ ما چون گفته که از اینجا براییم، اینجا رو میخوای که برن منزل جور کنه. حالا چطور کنه؟ ما چون باید دوار دیگه منو در بدر میسیم، دفعه اول رو بگردیم 4 طرف. ای دو بنده خدایی که رفتیم خانهشون دو زنگ بزن. راست میگی با خدا. باش که یک زنگ بزنم چی میگه؟ که ما اگر جای دیگه رو برای ما پیدا کنه. زنگ بزن. این شما چرایی تو باش یعنی رو خداست کمی باز یکان جای پیدا کنم بریم دیگه. الو سلام خوب هستین؟ بخیر صحت خوب؟ ببخشید مزاحمتان شدم. خواهش میکنم. زنده باشه. شما خوبی؟ فضل خدا. خودت هم از قضیه فکر کنم خبر داری، ما را از اینجا جواب داده یکان جای دیگر برای ما پیدا کنی. جای دیگه والا من افغانستان رای بودم. خب میری افغانستان خودت؟ بله. اگه چیز دو برم افغانستان دیگه نمیری؟ باش تو باشه اگه من مشوره کنم که خانم خود. خیلی باشه درسته. خداحافظ. نه یک نفر داشتیم این میره افغانستان. ما بریم افغانستان اینجا چی کنه؟ بریم دیگه نمیشه. میگم خوب گفتی والا. بریم افغانستان. افغانستان بریم بخیر. اینجا خوش هستی افغانستان. افغانستان.